يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. قيم تلوح ومنهج يتألق درر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. در این برنامه مثل همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من عرض خوش آمدید دارم خدمت شما. خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی ان شاء الله خواهم بود. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، همونطوری که به یاد دارید از اولین قسمت این برنامه ما نامه‌ای فرستادیم خدمت مراجع شیعه که 3 تن از اینها رو انتخاب کرده بودیم که بیشترین تعلیفات و مقالات و برنامه‌های تلویزیونی و دروس و این مسائل دارن در مورد وهابیت که حالا یک لولو خورخوری درست کردن که مسلمان ها رو از اون بترسانن و هر کسی که خوش رو نیامد، چه شیعه مقتدی باشه، چه شافعی، مالکی، حنبلی، از هر دین و مذهبی، حنفی که باشه، ازش که خوش رو نیامد یا از صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کرد و بر علیه شرک و خرافات و خزعبلاتی که اینها بهش اعتقاد دارن مبارزه کرد، یک مهری به پیشانیش میزنن که این طرف وهابی است و مردم از اون میترسانن. و مهمترین کتابی که سبب اختلاف بین کسانی که پیرو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه هستند و بین روحانیون و مراجع و دین فروشان شیعه، کتاب توحید است. این کتابی که شیخ محمد بن عبدالوهاب در باب عقیده این کتاب رو نوشته. ما این کتاب رو به عنوان موضوع اصلی برنامه انتخاب کردیم و همون اعتقاداتی را که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب ذکر کرده، همون اعتقادات را از سخنان گوهربار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این برنامه ثابت می‌کنیم. در اولین قسمت از برنامه ما نامه‌ای نوشتیم خدمت 3 تن از علمای شیعه که در بین اونها ناصر مکارم شیرازی بود، آیت الله جعفر سبحانی بود و آیت الله نجم الدین طبسی، و از اونها در این نامه‌ها خواستیم که 3 باب از کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه رو انتخاب بکنن و در مقابل این 3 باب رد اعتقادات شیخ محمد بن عبدالوهاب رو از کتب شیعه و از زبان ائمه اهل بیت شیعه بیارن. نص این پیام رو من خدمت شما میخونم. خدمت مرجع عالی قدر جان تشیع آیت الله فلانی و به 3 نفر از اینا طوری که از کردم فرستادیم. احمد جان میتونی نشون بدی؟ بله، با توجه به تعلیفات، یک لحظه که احمد آقا یادش رفته که این برنامه رو روشن بکنه. بله، ایشون هم تازه میخواد داماد بشه، به خاطر همین گاهی اوقات دیگه مشغوله. چطور احمد آقا؟ وصل شد؟ بله. در اینجا در این نامه نوشیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مرجع عالی قدر جان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تعریفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تعریف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای اینکه جای هیچ توجیه ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید، ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه، ایمیل ما هم live@wasalfa.tv. این پیام هم از طریق ایمیل و هم از طریق پست برای ناصر مکارم شیرازی فرستاده شده که این آدرس از طریق پست امرجنسی هم فرستادیم برای ایشون که حتما دریافت کردن. به ایمیل ما هم پاسخ دادن که این نامه را از طریق پست بفرستید. ما هم از طریق پست فرستادیم. تشکر احمد جان. اما آیت الله نجم الدین طبسی و آیت الله جعفر سبحانی تا هنوز هیچ پیامی برای ما نفرستادن و جوابی به این نامه ندادن که ما یقین داریم تا قیامت هم جواب نخواهند داد. یکی از مهمترین مسائلی که خاصتا در این روزها در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مذهبی شیعه مطرح است، قضیه تکفیر و تکفیریت است. علمای شیعه و مراجع شیعه و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و شبکه‌های اجتماعی مرتبط به اینها اهل سنت یا به قول خودشون وهابیت را متهم به تکفیری بودن میکنن. اما حقیقت این است که تکفیری ترین فرقه در طول تاریخ اسلام فرقه شیعه است، شیعه اثناعشری. دقیقاً این فرقه ای که اینا خودشونو مرتبط با اون میدونن و نه تنها ما رو، عموم مسلمان ها رو تکفیر میکنن که حتی در بین خودشون، در بین خود شیعیان، شیعی که 8 امامی و 5 امامی و 2 امامی و 3 امامی و اینا رو هم اینا تکفیر میکنن، چون که اگر کسی 1 نفر از امامان رو انکار بکنه کافره و جاویدان در آتش دوزخ است. با این موضوع در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. جناب استاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همون گونه هم که شما اشاره فرمودید، واقعا شیعه جزو تکفیری ترین فرقه ای هست که منسوب به اسلام هست و بیشتر از همه دیگران را در واقع تکفیر کردند و روایات تکفیری در کتاب‌های شیعه چندین برابر از تمامی فرقه هایی هست که به عنوان فرقه تکفیری شناخته می شوند و در این زمینه چه بسا که به قول خودشون روایاتشون بیشتر از این هست که در یک کتاب و در یک مجله در واقع جمع‌آوری بشود که انشالله در این برنامه به این مطلب خواهیم پرداخت. منتها همان گونه که مستحضر هستید، شیعه و عموما تمام کسانی که با دعوت توحید و یکتاپرستی مخالف هستند و منفعت خود را در قبر پرستی و شرک و ترویج خرافات و بدعات می‌دانند، منهج شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه را و رویکرد دعوت ایشان را متهم می‌کنند به این که محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش تکفیری هستند. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و تمام کسانی رو که در واقع اندیشه این بزرگواران را داشتند که من بارها اعلام کردم در این برنامه و برنامه‌های دیگر، همان گونه که در اولین برنامه از کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب آوردیم که ایشون فرموده بودند که در هیچ مسئله‌ای
مخالف با ائمه اربعه اهل سنت و مذاهب اهل سنت و الجماعت نیستن و به هیچ عنوان به خودشون اجازه نمیدهند حرفی رو که قبل از ایشان کسی نزده اون حرف رو بزنن یا مخالفتی رو داشته باشند با اجماع اهل سنت و الجماعت و اجماع صحابه. قبل از این که من وارد این بحث بشم فقط به عنوان یک نمونه عرض می کنم این رو از کتاب‌هایی که خود آقایون نوشتند و متهم کردند وهابیت را یا شیخ محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه را به تکفیری بودن. از کتاب آقای سبحانی آغاز می کنیم و همین یک نمونه رو من نمایش بدم، فکر کنم به خاطر زیغ وقت بسنده بکند، زیرا که این در واقع جز معروف ترین تبلیغاتی هست که آقایون دارند و شاید همه هم شنیدند که میگویند که وهابی ها تکفیری هستند، سلفی ها تکفیری هستند، یا علل اخص محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. جناب آقای جعفر سبحانی در کتاب آیین وهابیت در صفحه 28 این مطلب رو نقل کرده. در اینجا میگه و یکی از بزرگترین نقاط ضعف برنامه زندگی شیخ همین هست. و یکی از بزرگترین نقاط ضعف برنامه زندگی شیخ همین هست که با مسلمانانی که از عقاید کذایی او پیروی نمی کردند معامله کافر حربی می کرد و برای جان و ناموس آنان ارزش قائل نبود. و کوتاه سخن این که محمد ابن عبدالوهاب به توحید، اما توحید غلطی که او می گفت دعوت می کرد. هر کس میپذیرفت خون و مالش سالم میماند وگرنه خون و مالش مانند کفار حربی حلال و مباح بود. این تقریبا مطلبی هست که تمام کسانی که درباره وهابیت و یا به صورت عمومی‌تر درباره تکفیر مطلبی رو گفتند، این مطلب را در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و دعوت ایشون گفتند که متاسفانه این مطلب یکی از بزرگترین افتراهایی هست که علیه محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و عموما اهل سنت و الجماعت در واقع بیان شده. عقیده‌ای که اهل سنت و الجماعت در مورد تکفیر دارند، من قبل از این که به نقد این مطلب بپردازم یا کلام محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه رحمت الله علیهم رو خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم، در مورد تکفیر، حکم تکفیر یکی از سنگین‌ترین احکامی هست و مسائلی هست که در باب عقاید در واقع مطرح می شود و اهل سنت و الجماعت و خصوصا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و به تبع ایشان محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه محتاط‌ترین انسانها در باب تکفیر بودند. یعنی تکفیر در دین هست؟ در بله قطعا تکفیر در هر بعضی مذهبی. فکر میکنن که مسلمان بودن و اسلام یعنی دین خیلی سهل آسان، کاری به کاری کس نداره، که هر غلطی میخواد بکنه و کسی هم کافر نمیشه، همه میرن به بهشت. تکفیر در تمام مذاهب هست، نه تنها در تمام مذاهب بلکه در تمام ادیان هست، یک امر متفق علیه هست. اما این که چه کسی باید تکفیر بکند، چه کسی باید تکفیر بشود، شرایط تکفیر چه هست، موانع تکفیر چه هست، اینها مسائلی هست که در واقع در بسیاری از مذاهب بدون ضابطه و بدون قاعده هست. اما در مذهب اهل سنت و الجماعت یک سری ضوابط و قواعدی در این زمینه وضع شده و استنباط شده از آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارند و بیشترین فردی که در این زمینه کار کردند مطالبی هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این باره واقعا بیان کردند. به اندازه‌ای که ایشان مسئله تکفیر رو بیان کردند، ویژگی های تکفیر رو، کسانی که تکفیر میشوند، کسانی که تکفیر نمیشوند، شرایط تکفیر رو و مسائلی که پیرامون این مسئله هست، به اندازه‌ای که ایشون بیان کردند، خصوصا در کتاب فتاوای خودشون، هیچ کسی دیگر من سراغ ندارم که از علمای مشهور تا این اندازه مسئله رو مشکافی کرده باشند و بیان کرده باشند. پس چرا امروز یعنی در هر جایی که سخن از تکفیر بیاد، خاصا در بین دشمنان اسلام، اولین کسی که ازش نام میبرن شیخ الاسلام ابن تیمیه است؟ این صرفاً یک نوع حربه تبلیغاتی هست و مردم هم به سبب این که آشنایی با کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه نداشتند و همچنین کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب و خصوصاً کسانی که در ایران هستند که در واقع آزادی بیان وجود ندارد، صرفاً یک تبلیغات محض هست برای فریفتن اذهان عمومی مردم، وگرنه واقعیت 100% خلاف این هست.
100% خلاف این هست. محتاط‌ترین افراد در باب تکفیر اهل سنت و الجماعت و در دایره منحصرتر شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب یا به تعبیر امروزی سلفیت هست که در این زمینه بیش از همه حساسیت دارند و بیش از همه در این زمینه واقعا محتاط هستند. بدین خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه بیان کرده در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا کفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. وقتی که یک انسانی، یک مسلمانی برادر مسلمانش را کافر خطاب می کند، او را تکفیر می کند، یکی از این دو نفر کافر می شوند. یعنی مسئله بسیار خطیر و یعنی نهایت احتیاط رو باید انسان در این زمینه داشته باشد. فرمودند هرگاه یک مسلمانی مسلمان دیگر را کافر خطاب بکند، یکی از این دو نفر کافر خواهند شد. در روایت دیگر اومده که ان کان کما قال و الا رجعت علیه. اون کسی که تکفیر شده اگر واقعا کافر شده باشد، مطلبی که گفته در حد کافر شدن و در حد کفر باشد که حرفش به جا هست، گفته فلانی کافر هست، خب فلانی هم عملا کافر بوده، بی حساب هستن. و الا رجعت علیه، وگرنه به خود این شخص برمیگردد. یعنی اون کسی که دیگری را تکفیر کرده، اون کسی که تکفیر شده اگر لایق تکفیر نبوده و عملا کافر نشده باشد، خود گوینده و تکفیر کننده کافر خواهد. یعنی در پیش خداوند کافر محسوب میشه. محسوب میشود. این یک حکمی هست، این بحث احکام و نامه ها هست. یعنی ما به چه کسی میتوانیم که اون رو کافر حساب بکنیم، چه کسی کافر هست و چه کسی مسلمان هست. اصل بر این هست که هر کسی که گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله هست، با یقین ما فهمیدیم که فلانی مسلمان هست، این یک یقین هست، یک اصلی هست. بدون یقین با شک و شبهه و با حدس و گمان به هیچ عنوان ما نمیتوانیم کسی رو تکفیر بکنیم و اصل احتیاط هم این رو میگوید. به جای اینکه ما بیام یک کسی دیگر رو تکفیر بکنیم که چه منفعتی برای ما حاصل بشود و در عوضش خود ما کافر بشیم، بنابراین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار عاقلانه نیست و بیشتر از همه در این زمینه همون گونه که عرض کردم شیخ محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رحمت الله علیه حساسیت داشتند و این مسئله رو کاملا بیان کردند. در بحث تکفیر دو تا قضیه بسیار اساسی وجود دارد. قضیه اول این است که ثابت بکنیم فلان عملی که من یک انسانی را بر مبنای اون کافر حساب میکنم، یه فتوای کفرش رو صادر میکنم، عملا از قرآن و حدیث ثابت شده باشد که فلان عمل کفر هست. هیچ عالمی، هیچ مجتهدی به هر اندازه‌ای که برسد از خودش نمیتواند مواردی را در دایره کفر اضافه بکند که فلان کار مثلا کفر است، مگر این که دلیلی از قرآن یا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. این مورد اولش است. یعنی مسئله‌ای که یک فرد تکفیر می شود حتما کفر بودنش از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باید ثابت بشود. و شرط دومش انطباق این حکم بر فلان فرد معین هست. آیا فلان شخصی را که مورد تکفیر قرار میگیرد، آیا عملا ما میتوانیم این حکم را بر اون اطلاق بکنیم و او را کافر بخوانیم یا اینکه نمیتوانیم؟ چه شرایطی در این زمینه هست؟ موانعی که در این زمینه وجود دارد؟ یک شخص مفتی، یک شخص مجتهد یا یک شخص حاکم و قاضی باید این مطالب را کاملا در نظر داشته باشد. یکی از معروفترین و مهمترین شرایطش این است که اون فردی که تکفیر می شود باید بداند که چی گفته، باید علم داشته باشد که این حرفی که من زدم، این کاری که من کردم در حدی هست که انسان به خاطر این کافر می شود. اگر یک انسانی جاهلانه و از روی نادانی کاری را انجام داده باشد، به هیچ عنوان ما نمیتوانیم که در واقع حکم کفرش را صادر بکنیم. الله متعال میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی. این هدایت و راه حق و حقیقت باید در مرحله اول برایش واضح و آشکار باشد. بعد از اینکه واضح و آشکار شد و اتمام حجت شد، اگر انکار کرد، علیه آن حرفی زد، یک بحث جداگانه هست. اما اگر از روی نادانی و جهالت حرفی را زد یا کاری را که کفرآمیز هست انجام داده، به هیچ عنوان چنین شخصی تکفیر نمی شود. یکی دیگر از موانع تکفیر این است که احیانا انسان بدون اراده حرفی رو بزند، به خاطر سبق لسان یک حرفی رو بزند، به خاطر مجبوری یک حرفی رو بزند. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسانی که
از روی اکراه یک حرف کفرآمیز رو بر زبان آوردند، از روی اجبار این کار رو انجام دادند، از روی نادانی چون این کاری رو انجام دادند، به هیچ عنوان در واقع تکفیر نمی‌شوند. و همچنین سبق لسان احتمال دارد که یک جمله کفر باشد اما ناخودآگاه از زبان کسی جاری شده. ما نمیتونیم به محض این که یک فردی یک اشتباه زبانی و سبق لسانی از اون صورت گرفت ما اون رو تکفیر بکنیم فلانی کافر است. در این زمینه روایت بسیار جالبی هست که درباره توبه هست که الله تعالی از توبه بندهش خوشحال می شود، مانند داستان کسی که بر روی سواری باشد در بیابانی برود و این سواریش رو گم بکند و بعد از این که آن را پیدا بکند میگه که اللهم انت عبدی و انا ربک. از فرط خوشحالی میگوید که پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. خب این کفر محض است، اما چون که این فرد از روی احساساتش یعنی سبق لسانی صورت گرفته، هیچ کسی از علما چون این کسی رو در واقع تکفیر نمیکنه. یعنی در حقیقت اتمام حجت شدن با طرف مقابل که در یک کلام، در خلاصه کلام این است که باید حتما اتمام حجت شده باشد و فردی که مورد تکفیر قرار میگیرد هیچ گونه عذری رو در این زمینه نداشته باشد. یعنی همه شرایط و ضوابط تکفیر براش بیان بشه و تبیین بشه که این حرفی که تو زدی سبب کفر شده. اگر بعد از اون سرکشی کرد و عناد کرد میتونیم فتوای کفرش رو صادر بکنیم، وگرنه کسی که اتمام حجت برای اون نشده. الان اتمام حجت به هر صورتی که باشه، یا اینکه طرف یک تعویلی رو داره، یا اینکه طرف سوء فهمی رو در این زمینه داشته، یا اینکه کفری رو که انجام داده یعنی بدون اراده بوده، تحت اجبار و اکراه بوده، یا از روی سبق لسانی بوده. به هر صورت تمام اینها موانع هستند و عذری هستند و ما باید احتیاط بکنیم، نباید کسی رو در این زمینه تکفیر بکنیم. فقط یک سوال گرچه شاید خارج از موضوع بحث ما باشه، کسی که میخواد تکفیر بکنه برای اونم ضوابط شرایط خاصی وجود داره یا نه که مثل این زمانه که میبینید هر بچه کوچیکی تکفیر میکنه؟ ببینید بحث تکفیر عرض کردم که سنگین ترین حکمی هست که در شریعت اسلامی میتوانیم بر کسی اطلاق بکنیم. بحث یعنی قضیه اتمام حجت، آیا علما باید برن اتمام حجت بکنن یا هر کسی که حجتی رو یعنی بلد هست و اهل این و بیان حجت هست، دلایلش از قرآن و حدیث هست، کسی را که تخصص شرعی هست و دیگران میتوانند به فهمش و به درکش و به نقل آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع اعتماد بکنند. و عرض کردم که بحث تکفیر سنگین ترین حکمی است. کسانی که در مسائل فقهی به طور مثال یک فردی میاد پیش یک فرد دیگر سوال میکند که من فلان گونه وضو گرفتم، آیا وضوی من درست هست یا درست نیست؟ میگه والا من نمیدونم، برو از علما بپرس. فلان اشتباه در نماز من اتفاق افتاده، در روزه من، در زکات من، در حج من، حکم این مسئله چی هست؟ میگه من نمیدونم. کسی که صاحب اختیار نیست و مجتهد نیست نمیتواند که در مسائل فقهی استنباط بکند یا فتوا بدهد، به هیچ عنوان نمیتواند که در کافر شمردن یک فردی در واقع فتوا بدهد. این تخصص علما هست و مجتهدین هست و فراتر از علما و مجتهدین کسانی که بر مسند حکم هستند، مانند قاضی و حاکمی که حرفش در واقع معتبر دارد. وگرنه افراد کوچه و بازاری همون گونه که عرض کردم روایت حضرت عبدالله ابن عمر هست، من قال لاخیه المؤمن یا مثل یا کافر فقط با بها احدهما، که با روایت متعددی در این زمینه اومده. این به صورت یک مقدمه ای هست که در باب تکفیر هست و آنچه من عرض کردم عقیده عموم اهل سنت و الجماعت و بیشتر از همه این موارد را شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در گفتار خودشون به صورت کامل و مفصل اینو بیان کردن. منبع این حرفای آقای سبحانی که گفته مخالفین خودشون رو تکفیر میکردن محمد ابن عبدالوهاب بودی، عرض کردم فقط شبهه هست و شایعات هست و اتهام هست، هیچ گونه واقعیتی رو ندارد. عرض کردم در جلسات قبلی اگر ما میخوایم که یک فکری رو نقد بکنیم، یک نویسنده‌ای رو نقد بکنیم، بهترین راهش، عاقلانه ترین و علمی ترین راهش این است که برگردیم به کتاب‌های اون فرد، شاگردان اون فرد چه گفتند، فرزندان اون در واقع چه گفتند، نه اینکه دشمنان اون فرد چه گفتند، اتهاماتی رو وارد کردند. قول هیچ کسی علیه محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه، کسانی که مخالف اینها هستند، برای ما حجت نیست. یک انسان عاقل هیچ وقتی بر اساس گفتار دیگری با یک کسی دوستی یا دشمنی نمی کند. یعنی شما می‌فرمایید که اینا
محقق نبودن این حرفا رو همینطوری اومدن شنیدن و نوشتن؟ نه اینکه تنها محقق نبودن بلکه مغرض بودند. درست. در جایی که مطلب یعنی به نفعشون نیست 1001 بهانه و دلیل میارن تا اینکه حق رو رد بکنند، اما در جایی که به نفعشون هست بدون هیچ گونه دلیلی، بدون هیچ گونه مدرکی، فلانی گفته، از فلانی شنیدیم، نقل شده که محمد ابن عبدالوهاب چنین و چنان بوده. خب اینها پیش الله متعال ما مؤاخذه میشیم با این حرفای خودمون. هر کسی در مورد یک فردی وقتی که یک حرفی رو میزند، مطلبی رو بیان میکنند، حتما باید مستند از کتابهای خود فرد باشه. جناب استاد، در هر زمان اگر کسی مصلحی، دعوتگری، عالمی بخواد در راه اصلاح جامعه تلاش بکنه، طبعا کسایی که تجارت میکنن و تجارت خودشون رو در خطر میبینن به اسم دین برای اون صحبت میکنن. آیا در زمان خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب هم این گونه بوده؟ آیا ایشون جواب دادن به این مسائل؟ دقیقاً همین مطلب بوده. ایشون در کتاب خودشون و در نامه‌هایی که نوشتن مفصلا بیان کردن که من چیزی نگفتم به جز این که مردم را به کتاب و سنت دعوت کردم، به درک خرافات و بدعات مردم را دعوت کردم. اما کسانی که از راه نشر خرافات و بدعات نان می‌خوردند و کاسبی می‌کردند، اونها مخالفت کردند. دقیقاً مثل همین وضعیتی که امروز وجود داره. شبکه‌های توحید اصل توحید رو برای مردم بیان می‌کنند، مستند از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و مخالف با هر گونه نوآوری در دین هستند. اما کسانی که بقای خود را در بدعات و در خرافات و در مراسمی که ایجاد شده می‌دونند، قطعاً با اهل توحید و منادیان توحید در واقع مخالفت میکنند. و در زمان شیخ محمد ابن عبدالوهاب آنگونه که از کلام ایشان ان شاءالله خواهیم دید، دقیقاً این وضعیت بوده. در کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض کردم درباره بحث تکفیر بسیار مطالب زیاد و گسترده بیان شده و خصوصا در بخش رسائلی که ایشان داشتند و رسائل شخصی ایشان، این مطالب را در رسائل بسیار زیاد و متعدد ایشان به صورت مفصل بیان کردند و این حرفی را که آقای سبحانی زده و قبل از سبحانی دیگران زدند یا آملی قبل از اینکه از کتابون قبلا نمایش دادم که استفاده کرد یا هر کسی دیگر این را گفته باشد، ما از به صورت علمی و از روی واقعیت گرایی وقتی که ما میخوایم یک مسئله رو بررسی بکنیم، باید بریم ببینیم که نظر خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این زمینه چی بوده. این کتاب مجموعه مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هست و جلد سوم این کتاب هست. اگر دوستان نمایش بدن این کتاب را، مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه جلد سومش هست و در این کتاب در بخش رسائل شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به صورت مفصل این مسئله را در جاهای متعددی بیان کرده. به طور مثال در رساله پنجم در صفحه 21 این کتاب این مطلب را میخونیم که این رساله را ایشان نوشتن به سویدی، معروف از رساله پنجم هست. ایشون در این رساله میگویند که من فقط مردم را دعوت به توحید دادم، این حرفی رو که شما بیان کردید، و نهیتهم عن الربا و شرب المسکر، من مردم را از ربا و شرابخواری منع کردم، و انواع من المنکرات فلم یمکن الرؤساء القدح فی هذا، رؤساشون نمیتونستن در دعوت من حرفی رو بیان بکنند یا ایرادی رو در واقع بگیرند. وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام فجعلوا قطعهم وعداوتهم فيما آمروا به من التوحید وعنها من الشرك، به خاطر اینکه بیان با ما همسو بشوند و این بدعات و خرافات و گناهان کبیره رو منع بکنند، در واقع اومدند با اصل توحیدی که من بیان میکردن و شرکی که من از آن نهی میکردم با این اومدند و مخالفت کردند. و لبسوا على العوام ان هذا خلاف ما عليه اکثر الناس، اومدن تبلیغات کردم که این دعوت یک دعوت نوینی هست و بدعت جدیدی هست، برخلاف دین مردم و برخلاف روش مردم هست. و کبرت الفتنه جدا و اجلبوا علینا بخیل الشیطان و رجله، با تمام وسایل علیه ما در واقع قیام کردند. منها یکی از این شایعات و افتراها این بوده که منها اشاعه البهتان بما یستحی العاقل ان یحکیه، علیه ما شایعاتی رو بیان کردند که انسان عاقل شرمنده می شود از این که چنین شایعاتی رو بیان بکند.
فضلا ان یفتریه، چه برسد که انسان عاقل چنین مطلبی را افترا ببندد. خود بیان کردنش کار سختی هست، چه برسه که افترا بکنن. منها ما ذکرتم انی اکفر جمیع الناس، یکی از این مطالب این است که شما گفتید سویدی که من مردم را تکفیر میکنم، اکفر جمیع الناس الا من اتبعنی. این مطلب را زیاد آقایون شیعه بیان کردن که من مردم را کافر میدونم فقط اون کسانی مسلمانند که پیرو من هستند. و ازعم ان انکحتهم غیر صحیحه، این که نقل شده که من میگم که نکاحشون درست نیست. و یا عجبا، ببین تا چه اندازه میگه وای شگفتا، کیف يدخل هذا في عقل عاقل وهو يقول هذا مسلم او کافر او عارف او مجنون. چگونه ممکن است چنین حرفی رو یک انسان عاقلی در واقع بزند که مسلمان باشد یا کافر، عارف یا مجنونی باشد. و كذلك قولهم انه يقول لا اقدر اهدم قبة النبي، این که گفتن اگر من توانایی داشته باشم میرم قبه رسول الله صلی الله علیه و سلم را که بر آرامگاهشون هست اینو خراب میکنم. و در ادامه میگوید که و اما التکفیر فانا اکفر من عرف دین الرسول، میگه من تکفیر میکنم بله، اما کسانی را که انا اکفر من عرف دین الرسول، کسانی که دین پیامبر را میدانند، آشنا هستند با دین رسول الله صلی الله علیه وسلم، ثم بعد ما عرفه سبه، بعد از این که دین را شناخت، حقیقت را شناخت، با حقیقت دشمنی میکند و دشنام میدهد. و نه الناس عنه، و مردم را نهی میکند، باز میدارد از حقیقت. و عاد من فعله، کسانی که بر حقیقت هستند، بر توحید هستند، با اونها دشمنی میکند. فهذا هو الذي اکفره، کسی که من تکفیر میکنم این هست، کسی که مخالف با حق هست، علیه حق قیام کرده، با وجود اینکه حق را میداند و یقین دارد، مخالفت بکند با حق، علیه حق قیام بکند، من چون این شخصی رو کافر میدانم. و اکثر الامه ولله الحمد لیسوا كذلك، اکثر امت الحمدلله که چنین نیستند. ایشون در جای دیگر میفرماید که در رساله ششم و ما اشاء عنا من التكفير واني افتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنه والنار. دوباره این مطلب رو بیان میکنه که این هم یک از شایعاتی است که علیه من در واقع بیان شده. و همچنین میگه در جای دیگر در رساله دیگرشون میگن در رساله هفتم فإن قال قائلهم انهم يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظیم، به ما میگن که ما عموم مسلمانان را کافر میدونیم، میگه سبحانك، این یک بهتان بسیار بزرگی هست که در واقع علیه ما اینو گفتند و بیان کردند که هیچ گونه واقعیتی رو ندارد. غیر از این شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به صورت مفصل در نامه دیگر از نامه‌هایشون در واقع میاد این ضوابطی رو که من عرض کردم که با حدس و گمان و با تخمین و با اگر و کسی رو تکفیر نمی کنن. ایشون میگه که ولکن من اظهر الاسلام، کسانی که اسلام یعنی تظاهر به اسلام میکنن، مسلمان هستن ظاهرا، و ظننا انه اتی بناقض، و ما یعنی مطمئن هستیم، یعنی که ما گمان میکنیم که یک ناقضی رو انجام دادن، یعنی یک کاری رو انجام دادن که خلاف دین اسلام هست و اسلام رو در واقع از بین میبره، مسلمان بودنش را. میگه لا نکفره بالظن، لا نکفره بالظن، میگوید ما چنین شخصی را با حدس و گمان کافر نمیدونیم. یک کسی را که ما ببینیم که ظاهرا مسلمان هست و ما گمان کرده باشیم که کاری خلاف اسلام را که موجب کفر هست اون را انجام داده باشه، لا نکفره بالظن، ما با حدس و گمان چنین شخصی را کافر نمیدونیم. لان الیقین لا یرفعه الظن، زیرا که یقین با ظن از بین نمی رود. ما یقین داشتیم که این فرد مسلمان هست، با یک حدس و گمانی که ما داریم اون یقین از بین نمی رود. و كذلك لا نکفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذکر عنه، همچنین گفته باشند که فلانی یک کار خلاف اسلام و جز مکفراتی رو انجام داده، ما چنین کسی را کافر نمیدونیم. و نحن لم نتحقق، تا زمانی که تحقیق نکردیم در این مسئله و مطمئن نشدیم، ما کسی رو کافر در واقع نمیدونیم. و همچنین در صفحه بعدی باز هم میگوید و اما ما ذکر الاعداء عنی انی اکفر بالظن و بالموالات او اکفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظیم یریدون به تنفیر الناس عن دین الله و رسوله. مطلبی که گفته می شود که ما با حدس و گمان تکفیر میکنیم یا با موالات، هر کسی همراه با ما باشه مسلمان، کسانی که با ما نباشند کافر هستند، یا جاهلانی رو که برای اونها اتمام حجت نشده من اونها رو تکفیر میکنم.
میگوید این بهتان عظیمی هست، افترایی هست که مردم میخوان مردم را از این دشمنان ما و مخالفان ما میخوان که با این طریق مردم را از اصل توحید در واقع زده بکنن. و همچنین در اینجا میگه فلما اظهرت تصدیق الرسول فی ما جاء به سبونی غایت المسبه، میگه وقتی که من توحید رو و تصدیق رسول رو بیان کردم برای مردم، مسائل رو بیان کردم، اومدن با من دشمن شدن. و زعموا انی اکفر اهل الاسلام و استحل اموالهم، گمان میکنن، میپندارند که من اهل اسلام رو کافر میدونم و اموال اونها رو حلال میدونم، که همین مطلبی است که آقای سبحانی هم گفته که جان و مالشون رو در واقع حلال میدونستن. و همچنین میگه و تذکرون انی اکفرهم بالموالات و حاشا و کلا، میگه حاشا و کلا که من کسی رو به خاطر موالات که با ما موالات داشته باشه اگر نداشت من اون کافر بدونم، حاشا و کلا. ولکن اقطع ان کفر من عبد قبة ابی طالب لا یبلغ عشر کفر المویسی، که درباره یک شخصی هست که کفریاتی رو داشتن، میگه اون کسی که قبه ابو طالب را در واقع هم پرستش میکند، من معتقدم که این کفر اویس در واقع خیلی بزرگتر از اون است. مطالب گسترده است که در اینجا در واقع بیان کردن و مطالبی که واقعا در اینجا بسیار زیاد هستند و خیلی زیاده. من فقط این مواردی که من اشاره کردم در اینجا یادداشت کردم بسیار زیاد هست، اما فقط یکی از مواردی رو که در این زمینه بسیار صریح هست و خیلی جای تأمل داره، مطلبی هست که از ایشون در کتاب صیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دهلان این در واقع بیان شده و نقل کردن. کتاب صیانة الانسان عن وسوسة الشیخ دهلان للعلامة الكبير المحدث النحرير محمد بشیر شهسوانی الهندی. ایشون در این کتاب در صفحه 209 بعد از این که این مطلب رو به صورت مفصل در واقع بحث کرده، اومده همین مطلبی رو که من از کتاب خوندم، رساله رو که شیخ داشتن به سویدی رو نقل کرده. و ایسن قال فيه قال الشيخ رحمه الله في رسالة الى السويدي البغدادي وما ذكرت اني اكفر جميع الناس الا من اتبعني او ازعم ان انكحتهم غير صحيحة فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل. هل يقول هذا مسلم؟ آیا یک مسلمان این حرف رو میزنه یا یک کافر یا یک عارفی یا جاهلی و مجنونی این حرف رو میزنند؟ و در ادامه در یکی از رساله های دیگرشون میگن و قال رحمه الله في رسالته للشریف، نامه ای رو که ایشون نوشتن برای یک فردی به نام شریف، ایشون در اینجا میگویند که و اما الکذب و البهتان، کذب، دروغ و افترایی که علیه ما شده، مثل قولهم انا نکفر بالعموم، که میگن ما معتقد هستیم که همه در واقع کافر هستند و مسلمان فقط ما هستیم. و نوجب الهجرة الینا علی من قدر علی اظهار دینه، و این مطلب که از ما نقل کردند که ما معتقدیم هر کسی مسلمان شد و پیرو ما شد باید هجرت بکند بیاد به نزد ما. و انا نکفر من لم یکفر و من لم یقاتل، کسی را که تکفیر نکند، من لم یکفر و من لم یقاتل، کسی را که جنگ نکند همراه با ما، در رکاب ما نباشد، تکفیر نکند، ما اونا رو کافر میدونیم. میگه و مثل هذا و اضعافه، از این مطالب بسیار زیاد است. فکل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دین الله و رسوله، اینا فقط به خاطر این است که مردم را از دین الهی در واقع منحرف بکنند و باز دارند. و نقطه جای تأمل اینجا است و اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبدالقادر، اگر ما که این گونه هستیم حتی کسی را که بوتی را که بر روی قبر عبدالقادر هست اگر اون را عبادت بکند، و الصنم الذي على قبر احمد البدوی، و بوتی را که بر روی قبر احمد بدوی هست اگر عبادت بکند، و امثالهم، امثال اینها را، لاجل جهلهم و عدم من ینبههم، میگه مایی که حتی پرستندگان و عبادت کنندگان این بت‌ها رو که بر این قبرها هستند اینها رو کافر نمیدونیم به خاطر جهلشون و این که کسی نبوده که اونها رو تذکر بدهد. فکیف نکفر من لم یشرک بالله، پس چگونه ما کسی رو که اصلا شرکی رو انجام نداده در واقع تکفیر میکنیم؟ حتی اینا که شرکی رو انجام دادن، بوتی رو که بر روی این قبرها هست عبادت میکنن، اما به خاطر جهلشون و به خاطر اینکه کسی نبوده که اونها رو گوش داد بکند و اونها رو یاد بدهد ما اونها رو کافر نمیدونیم. چون این کسی که راه و منهجش این هست چگونه میتواند کسی را که اصلا شرکی رو مرتکب نشده باشد اون رو در واقع کافر بداند؟ اذا لم یهاجر الینا ولم یکفر و یقاتل، به دلیل اینکه چون که به طرف ما هجرت نکرده یا همراه ما در رکاب ما نبوده یا اینکه در رکاب ما با دیگران نجنگیده. سبحانك هذا بهتان عظیم، این یک بهتان بسیار بزرگ و عظیمی هست و واقعیت هم این است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه
مانند بقیه علمای اهل سنت و الجماعت برای مسئله تکفیر یک سری ضوابط و قواعدی رو دارند و به هیچ عنوان یک فردی را بدون مورد در واقع تکفیر نمی کنند مگر کسی را که اهل عناد هست، کسی را که بر اون حجت اقامه شده باشد و شرایط تکفیر وجود داشته باشند و منافی و موانع تکفیر وجود نداشته باشند، منتفی باشند، در اون وقت یک حکمی رو در واقع میتونند که صادر بکنند و فتوایی رو میدن. در غیر این صورت هیچ کسی رو در واقع کافر نمیدونن. یعنی جناب مولانا شما تاکید میکنید بر این که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه از اون اجماع علمای اهل سنت مذاهب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی در تکفیر کسانی که باید تکفیر بشن خارج نشدن، بلکه بیشتر از علمای مذاهب اربعه به اصطلاح روی این قضیه احتیاط رو مراعات کردن. بله، قطعا احتیاطی رو بیشتری رو انجام دادن در این زمینه و قبلا عرض کردم که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیشتر از دیگران این مسئله رو باز کردند، شرایطش رو در نظر گرفتند، موانع این کار رو در واقع در کتاب خودشون به صورت مفصل بیان کردند و کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه واقعا در این زمینه بسیار زیاد هست. من وقتی که این مسئله رو مطالعه می‌کردم در جلدهای خیلی زیادی از کتاب مجموع فتاوا ایشون دیدم که این مسئله رو کاملا یعنی به صورت مبسوط و مفصل ایشون بیان کردند، این شرایطش رو و مسائلی که در این زمینه هست. و منتها خود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هم جز کسانی هست که متهم به تکفیر هست، یعنی کسانی که مخالفیشان بودند، ما افرادی مانند آقای بوطی و دیگران اومدند، حتی خود ایشون رو هم گفتند که جز کسانی هست که دیگران را که مخالف با ایشون بودند، حتی نظر فقهی مخالفی رو داشتند، اومدند و مردم را در واقع تکفیر می‌کردند که این یک افترایی در واقع بیش نیست. من چند مورد از کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رو خدمت بینندگان عزیز نمایش میدم تا اینکه حقیقت واضح بشه که چه کسی تکفیری هست. البته اگر بحثی باشه که اصل موضوع برنامه‌مون هم باز هم مونده، اینو فقط به عنوان مقدمه هست. ایشون در کتاب تلخیص، این کتاب تلخیصش از کتاب الاستغاثه که معروف است به رد علی البکری هست که ایشون در واقع این کتاب رو نوشتن و ایشون در این کتاب در صفحه 258 یک مطلبی رو بیان کردن در مورد عقیده اهل سنت و الجماعت در باب تکفیر. میگه فلهذا کان اهل العلم و السنه، فلهذا کان اهل العلم و السنه، اهل علم و سنت، این اهل سنت و الجماعت، لا یکفرون من خالفهم، کسی رو که مخالف با اونها باشه تکفیر نمی کنن. و این کان ذلك المخالف یکفرهم، گرچه اون مخالفان اهل سنت و الجماعت رو تکفیر بکنن، اما اهل سنت و الجماعت باز هم اونا رو تکفیر نمی کنن، زیرا که در این زمین اصول و قواعدی رو دارن. لان الکفر حکم شرعی، زیرا که کفر یا تکفیر یک فردی یک حکم شرعی هست. فلیس للانسان ان یعاقب بمثله، و انسان نمیتونه که مقابله به مثل بکنه، چون که فلانی مرا کافر خونده من بگم فلانی پس خودش هم کافر هست. کمن کذب علیک و زنا به اهلک لیس لك ان تکذب علیه و تزنی به اهلی، یک فردی رفته تجاوز کرده به خونه یک فردی و دروغ بسته یا با خانوادهش زنا کرده، این نمیتونه مقابله به مثل بکند. لان الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالی، یک حکم شرعی هست، حرام و حقوق الله هست. و كذلك التکفیر حق لله، تکفیر هم حق الهی هست. فلا یکفر الا من کفره الله و رسوله، تکفیر نمی شود مگر کسی را که الله و رسول اون کافر بدونن. یعنی یک مسئله اجتهادی نیست که من بخوام یک کسی رو کافر بخونم یا اینکه کافر نیست، بلکه باید دلیل قوی داشته باشم از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ایضا فان تکفیر الشخص المعین و جواز قتله موقوف علی ان تبلغه الحجة النبویه، خود همین تکفیر کردن فرد معین که من بگم فلانی کافر هست یا اینکه جواز قتلش رو صادر بکنم، این منوط هست به این که حجت نبوی بر اون قائم شده باشد. التي یکفر من خالفها، حجتی که هر کسی که مخالفت با اون بکنه در واقع کافر شمرده بشود. و الا فلیس کل من جهل شیئا من الدین یکفر یا یکفر، این گونه نیست هر کسی یک مطلبی رو از دین ندونست ما بگیم که فلانی کافر هست، هیچ کسی چون این حرفی رو در واقع نزده. و در ادامه در صفحه بعدیشون در صفحه 260 یک جمله جالبی رو دارن، میگه که لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بیانا یکفر بمخالفتی فغفر الله له. ایشون یک مطلبی رو در مورد روایتی که در این زمینه اومده که یک فردی در آخر عمرش گفت که مرا وقتی که من مردم مرا بسوزانید و پودر خاکستر مرا به باد بدهید، در دریا
بریزید. و در روایت اومده که الله متعال اون رو زنده کرد، گفت چرا این کار رو انجام دادی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که این در واقع کافر شده با این عمل، یعنی عمل کفرآمیزی هست، زیرا که معتقد هست که الله متعال اون رو دوباره زنده نمی کند، معتقد هست به این که الله متعال نمیتواند دوباره خاکستر اون رو جمع بکند. اینا کفر هست. در ادامه میگه لکن کان جاهلا، اما این فرد جاهل بود، لم یتبین له الحق بیانا، این حق به صورت واضح برای اون نبوده که در حدی واضح باشه که هر کسی که با اون مخالفت بکنه کافر باشه. فغفر الله له، بی خاطر الله متعال اون رو معاف کرد، ولو اینکه کار کفرآمیزی رو انجام داده بود. ولهذا كنت اقول للجهمیه، این منهج شیخ الاسلام هست، بدین خاطر من به جهمیه و حلولیه و نفات صفات میگفتن الذين نفوا ان الله تعالی فوق العرش، که منکر این هستند که الله متعال بر روی عرش هست، لما وقعت مهنتهم، در اون جریانی که اتفاق افتاد من به اونها گفتم انا لو وافقتكم كنت کافرا، اگر من حرف شما رو تکرار بکنم و با شما موافقت بکنم من کافر میشم. انا لو وافقتكم كنت کافرا لاني اعلم ان قولكم كفر، زیرا که من میدونم حرفی که شما میزنید کفر است. و انتم عندی لا تکفرون یا لا تکفرون، اما شما نزد من کافر نیستید، من فتوای کفر شما رو صادر نمی کنم، لانکم جهال، زیرا که این مسئله برای شما بیان نشده و شما در این زمینه در واقع جاهل هستید. و کتاب‌های زیادی رو، فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رو من در اینجا آوردم، فکر میکنم به این اندازه اکتفا بکنیم. اگر نیازی بود دوباره اونها رو خدمت بینندگان عزیز من به صورت مفصل‌تر اینو بیان میکنم. واقعا مسائلی رو که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در باب تکفیر و ضوابط، شروطش و موانعش در کتاب خودش بیان کرده، یک موضوع چندین حلقه پی در پی خواهد بود. اما برای اینکه حق واضح بشه فکر میکنم که از این نص و صریح‌تر در واقع گرچه هست در کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، این یکی از نصوص و عبارات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه هست. جزاکم الله خیر. حالا جناب استاد اگر که کسی از پیروان این فکر بیان، مثلا کسانی که ادعا میکنن که سلفی هستن یا پیرو ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب هستن، اگر تکفیر کردن، اگر تکفیری شدن، این ضرری به اعتقادات این بزرگواران نمیرسن؟ این نظر شخصی خودت هست؟ اولا اگر که کسی مدعی پیروی از این بزرگواران هست، حرفشون اینجا مشخص هست، یعنی با دلیل و مدرکشون در کتاب خودشون مسائلی رو که مربوط به تکفیر است کاملا اینو بیان کردن، هیچ گونه شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد. اگر کسی بیاد عموم مردم را تکفیر بکند یا تکفیری باشد، این در واقع ادعا میکند که پیرو محمد ابن عبدالوهاب هست، وگرنه شیخ محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه رحمت الله علیه و عموم اهل سنت و الجماعت چون این فکری رو نداشتند و این ادعای محض و بیجایی هست. و بالفرض اگر کسی مردم را تکفیر بکند و بگوید که من پیرو محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هستند، همه میدونند که واقعیت خلاف این هست و چنین افراد هیچ گونه ارتباطی را با محمد ابن عبدالوهاب و عموما اهل سنت و الجماعت در واقع نداره. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب شما حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما بودید. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله میپردازیم به کتاب‌های شیعه حتما و میبینیم که در اونجا چگونه بدون ضوابط و شرایط از دم همه رو تکفیر میکنن. با ما همراه باشید. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياء لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن عليا عبد الله. الله أكبر، الله أكبر. حياتي أضاءت وقلبي سماء، طريقي تجلى ونورك اكتمل. این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. دوستان اگر عزیز اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه، شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی. در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل سنت و الجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. کتاب وسایل شیعه یکی از یعنی مراجع معتبرش حر عاملی، شیخ محمد ابن حسن حر عاملی است. این دوستان این تصویرش دارن نشون میدن. در این کتاب در جلد 5 در صفحه 588 در باب حکم قتال بغات در روایت 20024 در اینجا میگه که از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که مال ناصب، درست، مالش و کل شیء یملکه حلال الا امرأته، هر چیز ناصبی حلال هست، درست، کل ما یملکش، ماشینش، خونش، هر چی که داره حلال هست مگر زنش. درست. حالا چرا؟ شاید بگن که حالا چه امام جعفر صادق یا این کسی که این دروغ رو بسته به امام جعفر صادق چقدر آدم خوبی بوده، این طرف که گفته که حداقل زنشو نگیرید، ناموسشو نگیرید، بقیه چیزاشو میتونید بگیرید. ادامهش خیلی مهم است، میگه فإن نکاح اهل الشرك جائز و ذلك ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تسبوا اهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا ان نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم لامرناكم بقتلهم ولكن ذلك الى الامام. این در اینجا میگه که زنش رو نکشید. درست. زنش مثل شما میتونید زن اینو بگیرید باش نکاح بکنید، ازدواج بکنید، غنیمت هست برای اینا. یعنی ببینید تا این اندازه رسالت واقعا هستی. بله. قيم تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. جناب استاد، من بی‌صبرانه منتظرم که اون چیزی که مورد علاقه من هست این بحثایی است که شما در آخر برنامه می‌کنید. متاسفانه وقت برنامه کم هست و من فقط یک در واقع مقایسه رو انجام بدم، مقارنه باشه بین خوارج و شیعه. ما میدونیم که اولین گروه تکفیری در تاریخ اسلام خوارج هستند و در کنارش هم شیعه.
خوارج و شیعه، و هر دوتاشون مدعی پیروی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودن و ما میدونیم که خوارج جز سپاهیان و شیعیان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بودند که در حادثه تحکیم قیام کردند علیه علی، یا اینکه خارج شدند از تحت فرمان سیدنا علی رضی، بله خارج شدند و معروف شدند به خوارج. در میان فرق اولین فرقه‌ای که معروف است به فرقه تکفیری همین فرقه خوارج در واقع هستند و شدیدترین فرقه‌ای که معروف هست به تکفیری بودن، بالاترین درجه و سطح تکفیر و گسترده ترین تکفیر رو دارند شیعه هستند و خصوصا شیعیانی که معروف هستند به شیعیان اثنا عشری در واقع. و در میان شیعه و خوارج یعنی نکات مشترک بسیاری وجود دارد. یکی از نکات مشترکشون غلو و افراط هست. همون گونه که خوارج اهل غلو بودن، اهل افراط بودن، هم در بعد عبادی و هم در بعد احکام، یعنی صادر کردن حکم علیه دیگران، ما ببینیم که شیعه هم خصوصا شیعیان اثنا عشری جزو غالی ترین فرقه های منتسب به اسلام هستند، به گونه ای که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را به الوهیت رسوندند و حتی کتاب‌های مانند کتاب‌های آقای مجلسی و دیگران تمام صفات الهی رو، حتی آقای کلینی هم صفات الهی رو آوردند و بندگان الله متعال و به امامان خودشون در واقع ثابت کردند که در این زمینه ما و شما در برنامه‌های متعددی رو در واقع داشتیم و من نمیخوام که اینو مسئله رو فقط به عنوان نمونه عرض میکنم. مسئله دیگر این است که خروج از دامنه امت اسلامی، اولین فرقه‌ای که خارج شدند از دامنه امت اسلامی فرقه خوارج بودند که در زمان سیدنا علی همون گونه که اشاره کردند بعد از حادثه تحکیم در واقع خارج شدند علیه اهل سنت و الجماعت و عموم تمام مسلمانان در واقع، با توجه به رویکرد جدیدی که داشتند که در واقع بسیار از مسلمانان را و اهل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بسیار دیگر را کافر گفتند. در این زمینه شیعه هم پا را فراتر گذاشتند از خوارج، گرچه هر دوتا یعنی جدا شدند از دامنه امت اسلامی و اعلام میکنند که هیچ مشترکاتی رو با عموم مسلمانان ندارند. در این زمینه واقعا گوی سبقت را شیعه از تمام فرقه ها در واقع رو بودند. در این زمینه بارها شما بیان کردید در این برنامه ها که قول آقای جزایری رو، نعمت الله جزایری رو، میگه خدای ما خدای دیگر هست، پیامبر ما پیامبر دیگر هست، با پیامبر سنی ها یکی نیست و که برای همه واضح و آشکار است. اما یک جمله رو من در کتاب آقای سبحانی در اینجا نقطه رو دیدم که برای من واقعا جای تأمل بود که نمیدونم ایشون این حرف رو از روی این فریفتن مردم گفته بود یا اینکه واقعا یعنی منظور دیگری داشت. ایشون در ابتدای کتاب در صفحه 16 اگر دوستان نمایش بدن این مطلب رو، در صفحه 16 ایشون نقد میکنند کتاب الشیعة و التشیع، کتاب استاد احسان الهی ظهیر رحمت الله علیه رو، و نقد میکنند که مطالبی رو که آقای احسان الهی ظهیر در این کتاب ذکر کرده مطالبی هست که از معتبر نیز نزد شیعه. میگوید که اینو از افرادی مانند دیگران گرفته، ابن کثیر، ابن خلدون و بقیه، و بعدا میگه کتاب‌های از مانند آقای نعمت الله جزایری نقد کرده و بقیه، و در آخر میگه ولی گفتار علمای شیعه را درباره عقاید خود که به خامه شخصیت‌های مانند صدوق متوفی 381 و مفید متوفی 413 نگارش یافته نمیپذیرد. یعنی این که حرف صدوق و حرف مفید در واقع برایشون قابل اهمیت است. به این خاطر من میرم سراغ حرفی از آقای صدوق که در این زمینه در واقع ایشون بیان کردن، دقیقاً همون حرف نعمت الله جزایری هست. در کتاب نعمت الله جزایری غیر از انوار نعمانی کتاب نور البراهین هست که شرح کتاب توحید آقای صدوق هست. دوستان نمایش بدن، این کتاب هست. ایشون میاد در این کتاب خودشون و این مشخصات این کتاب هست و تبع و نشر مؤسسه نشر اسلامی هست، در قم چاپ شده این کتاب و تابع جماعت مدرسین قم هست. در این کتاب میاد در اینجا مطلبی رو از شیخ صدوق در واقع بیان میکنه. در اینجا هست میگه قال صدوق تقمده الله برحمته. صدوق گفتن در مطلبی که در این زمینه آوردن در بحثی و مباحثه‌ای که داشتن با بعضی از علمای جمهور در یکی از جلسات یکی از پادشاهان، لما قالوا له
که اهل سنت یعنی جمهور به آقای صدوق چنین گفتند: اننا و انتم علی اله واحد و نبی واحد. خدای ما و پیامبر ما با شما یکی هست. به آقای صدوق گفتند که ما و شما خدا و پیامبرمون یکی هست. و افترقنا فی تعیین الخلیفه الاول. منتها در مورد خلیفه اول ما و شما با هم دیگر اختلاف داریم. لیس الحال علی ما تزعمون. آقای صدوق گفتند که نه، اون گونه نیست که شما فکر میکنید. لیس الحال علی ما تزعمون بل نحن و انتم علی طرف من الخلاف. بلکه خلاف ما یک خلاف خیلی عمیق و گسترده هست. حتی فی الله سبحانه و النبی، حتی در ذات الله و در پیامبر ما با هم دیگر اختلاف داریم. شما میگویید که ذالک انکم تزعمون ان لکم ربا، شما معتقدید شما پروردگاری دارید و اون پروردگار پیامبری رو فرستاده و اون پیامبر خلیفه ای رو دارد که خلافت رو داده به حضرت ابوبکر صدیق یا مستحق خلافتش ابوبکر صدیق است. و نحن نقول ان ذلك الرب ليس ربا لنا و ذلك النبي لا نقول بنبوتی. ما اون خدا رو به خدایی خودمون قبول نداریم و اون پیامبر رو هم ما معتقد به نبوتش نیستیم. بل نقول ان ربنا الذي نص على ان خلیفه رسوله علی بن ابی طالب فاین الاتفاق. خدای ما کسی دیگر هست، ما از کجا با هم دیگر اتفاق داریم؟ یعنی این نکته ای رو که میخوان خودشون رو از جامعه اسلامی و عموم مسلمانان در واقع جدا بکنن، یک وجه مشترکی هست در میان خوارج و در میان شیعیانی که امروزه به عنوان شیعه اثناعشری هستند و خود را به حضرت علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدهند و قاعده معروفشون که ما خالف عامه ففیه الرشاد که بسیار معروف است. مطلبی دیگر که در این زمینه هست این است که در تکفیر با هم دیگر وجه مشترک خیلی زیادی رو دارند. تکفیری های خوارج که معروف ترین فرقه بودن قبل از خروج در واقع شیعیان اثناعشری، اونا تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو کافر میدونستند. حضرت عثمان رو، حضرت علی رو و همچنین معاویه رو، عمرو بن عاص رو، ابو موسی اشعری رو و کافر میدونستند. و حتی خوارج معتقد هستند که هر کسی که گناهی رو انجام بده مرتکب گناه کبیره رو در واقع کافر میدونن. هر کسی که دروغ بگوید، هر کسی رو که سرقت بکند، زنا بکند یا هر گناه دیگری رو انجام بدهد اون رو در واقع کافر میدونن. شیعه ها هم در این زمینه گوی سبقت رو از خوارج بردن. خوارج اومدن 2-3 نفر از اصحاب رسول الله رو در واقع تکفیر کردن، اما شیعه اومدن تمام اهل سنت، تمام صحابه رو به استثنای 3 نفر رو در واقع تکفیر کردن که روایت در اینجا در جلد دوم کتاب کافی هست که در اینجا من آوردم اما وقتی در زیاد باقی نمونده. و غیر از این یک چیزی رو که فراتر گذاشتن این است که گذشته از این که صحابه رو کافر دونستن، هر کسی که با صحابه خصوصا با ابوبکر و عمر دوستی داشته باشد اونم در واقع کافر میدونن. این دیگه نهایتش هست که فلانی در کتاب فراوان اومده، یک چند مورد رو من نشون میدم. فلانی کافر هست، هر کسی هم که اون رو دوست بدارد کافر هست، هر کسی که اون رو مسلمان بداند اونم کافر هست. این دیگه نهایت تکفیری بودن هست. به طور مثال روایتی که در این زمین اومده در کتاب بهار هست که آقای مدرسی در جلد 69 این کتاب از دوستان این نمایش بدن، روایت 25 که در اینجا اومده و در جلد 69 صفحه 138 هست. در تقریب المعارف اینو در واقع نقل کرده از ابی علی خراسانی از مولای علی ابن الحسین قال كنت معه، میگه من همراه با علی ابن حسین بودم فی بعض خلواتی فقلت ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین الرجلین، در مورد این 2 نفر به من بگو، یعنی در مورد ابوبکر و عمر. فقال کافرانی کافر من احبهما، کافر هستند این 2 نفر، هر کسی هم که اونها رو دوست داشته باشد کافر هست. یعنی عموم اهل سنت و الجماعت رو. و روایت دیگری باز هم از ابی حمزه استمالی هست که انه سأل علی ابن الحسین علیهم السلام عنهما فقال کافرانی کافر من تولاهما، کافر هستند و هر کسی که با اونا دوستی بکنه در واقع کافر هستند. و روایتی در این زمینه اومده که هر کسی هم که فکر بکند که این 2 نفر در اسلام نصیبی رو دارند و فکر بکند که ابوبکر و عمر مسلمان بودند خودش در واقع کافر می شود. این وجه مشترکی هست در میان خوارج و در واقع شیعیانی که امروزه جز تکفیری ترین گروهی هستند که در جامعه اسلامی و در طول تاریخ در واقع وجود داشتند. نمیدونم وقت بینندگان هست تا وقتی که شماره اعلام بشه من چند نکته دیگر رو خدمت بینندگان عزیز مطرح بکنم. و همچنین در روایات دیگری که در این زمین اومده به صورت کلی روایات متعددی اومده که حتی امامان شیعه غیر از شیعیان اثناعشری تمام مسلمانان را کافر میدونند.
یعنی نه تنها اهل سنت و الجماعت را، مذاهب اهل سنت و الجماعت را، حتی خود شیعیانی را که شیعه اثناعشری نیستند و شما قبلا بهش اشاره کردید، اونها را در واقع کافر میدونند و اونها را در واقع مسلمان نمیدونند و در این زمینه روایات متعددی اومده از در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 223 اومده از امام رضا اینو نقل میکنند که لیس علی ملت الاسلام غیرنا و غیر شیعتنا، بر ملت اسلامی در واقع در روایت دیگه اومده که ملت ابراهیم، دین ابراهیم، هیچ کسی نیست به جز ما و به جز شیعیان ما. و همچنین در کتاب‌های دیگری که اومده، به طور مثال آقای مجلسی در کتاب خودش از صدوق نقل کرده، از مجلسی نقل کرده، از مفید نقل کرده که آقای جعفر سومانی حرف مفید را در واقع قبول میکنند که گفتند که امامت یک از اصلی از اصول اسلام هست در واقع، و هر کسی که مخالفت بکند و امامت این ائمه رو در واقع قبول نکند اون کافر هست و خارج از اسلام هست و به هیچ عنوان از اون در واقع عبادات و طاعاتش در واقع قبول نمیشود. اینا نکات در واقع اشتراکی هست که در میان شیعه و خوارج وجود داره. یک سری نکاتی هست که با همدیگر تضاد دارن، مخالف یکدیگر هستن، به طور این که در مذهب خوارج دروغ گفتن کفر هست، اگر کسی دروغ بگوید در واقع کافر هست، اما در مذهب شیعه هر کسی راست بگوید کافر هست، برعکس کاملا هستند. در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که از امامان شیعه نقل شده که الله متعال هر گناهی را میبخشد مگر ترک تقیه را و حقوق اخوان را. همه گناه ها را میبخشد اما ترک تقیه را به هیچ عنوان از شما در واقع نمیبخشد. خوارج یعنی شیعیان پیشین علی معتقد هستند که هر کسی که دروغ بگوید اون در واقع کافر هست، اما شیعیان میگن هر کسی که راست بگوید به معنی این که تقیه رو ترک بکند در واقع کافر هست و این یک گناه نابخشودنی هست. و شیعه در واقع اهل غدر هستند برخلاف خوارج. روایاتی رو که در این زمین از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نقل شده و نکوهش های زیادی رو که ایشون به اصحاب خودشون و شیعیان خودشون دارن و خصوصا نکوهش هایی رو که اهل کوفر ایشون خطاب کردن به اهل غدر و خیانت بسیار زیاد هست. و همچنین خیانتی رو که شیعیان در طول تاریخ به امامان خودشون کردن، شیعیان علی خیانت کردن به علی، شیعیان حسن خیانت کردن به حسن، شیعیان حسین خیانت کردن به حسین، که یک بحث بسیار در واقع گسترده هست. اما برخلاف اونها خوارج انسانهای در واقع صادقی هستند، اگر عهد و وفایی رو با کسی بکنن به هیچ عنوان زیر قول خودشون و عهد و وفای خودشون در واقع نمیزنن، زیرا که این کار رو در واقع جز مواردی میدونند که کفر هست. و شیعه و خوارج یعنی ظاهر نصوص رو نگاه میکنن، یعنی همین ان الحکم الا لله یا موارد دیگر را به ظاهر این نصوص در واقع انسانها رو تکفیر کردن. اما در مقابل شیعه معتقد هست که نمیدونم قرآن یک بطنی رو دارد و هر بطنی چندین بطن دیگری رو دارد. در این زمینه روایات اومده، به طور مثال در اوالی العالی ابن ابی جمهور احصایی اومده که ان للقرآن ظهر و بطن لبطنه بطنا الی 7 ابطن، قرآن یک بطنی رو داره و تا 7 بطن در واقع قرآن داره. حتی در بعضی از روایات الی 70 بطن و 70,000 بطن اومده که قرآن در واقع لایه های بسیار زیادی رو داره. اما در مقابلش خوارج کسانی هستند که ظاهر آیات قرآن را در واقع گرفتن و بر اساس همین ظاهر آیات در واقع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کافر دانستند. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، از همین لحظه انشاءالله تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. لحظات پیش کارگردان محترم برنامه شماره تلفن رو زیرنویس کردن. امیدواریم که دوستانی که صحبت میکنن در رابطه با موضوع برنامه که تکفیری ترین فرقه در بین فرقهایی که منتسب به اسلام هستند شیعیان هستند و ما این مطلب رو از کتاب‌های خودشون ثابت کردیم و دوستانی که تماس میگیرن خاصتا از شیعیان سعی کنن با دلیل و با مدرک و با سند از کتاب ها صحبت بکنن. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. شکر کنم. ببخشید مزاحم شدم. این سوال شریک داشتم، گفت از دادن به سکه گرد قرآن یا خدا داره یا حدیث از رسول الله دارین؟ برادر گرامی در رابطه با موضوع برنامه اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم. برنامه پرسش‌های شرعی رو روز دوشنبه می‌تونید. من عذر می‌خوام از شما. بله بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
آقای انصاری بله، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حمید شبتون بخیر باشه انشاءالله. سلامت باشید. حمید آقا، در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. من مثلا در موضوع اگر اجازه بدید مطلبی حتما خدمتتون اجازه دارم. موضوع برنامه این است که تکفیری ترین فرقه در بین فرقی که منتسب به اسلام هستند فرقه شیعه اثناعشری است که همه مخالفینشون رو بدون استثناء تکفیر میکنن و حضرت مولانا اینو از کتب شما نشون دادن. نظرتون در این مورد چی؟ بله، من برنامه رو از ابتدا الحمدلله دیدم، به صورت کامل همه مطالبی که فرمودید رو دیدم، ولی متأسفانه شما این مطالبی گفتید خلاف واقع، چون علمای اهل سنت همه گفتن محمد بن عبدالوهاب تکفیری بود و همه رو تکفیر کرد. آیا همه اینا تهمت زدن اینجوری که شما میگین؟ آیا همه دروغگو بودن؟ همه گفتن که محمد بن عبدالوهاب همه رو تکفیر کرد. حمید جان برادر گرامی، همه مردم گفتن که حمید آقا دیوونه است. آیا این حرف من به عنوان یک مسلمان باید همه مردم رو حرفش رو قبول بکنم، یا این حمید آقای دسته گل که مقابل من داره با من حرف میزنه حرف اینو قبول بکنم؟ برادر گرامی، خداوند به تو عقل داده، شعور داده. کتابای محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه در اینترنت همه جا فراوان، تو مکتبه شامل هم هست، میتونی از بازارم بری بخری. یک نمونه از این تکفیری که گفتن محمد ابن عبدالوهاب تکفیری بوده، یک نمونه از این تکفیری رو از کتابش بیارید و الا من با شما خداحافظی میکنم. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. اولا که نظر شما اینه که اینا همه دروغ گفتن. آقای دروغگو شما هستید و دروغگو همه مراجع تقلیدتون و امامای بزرگوار که خمینی و خامنه ایتون است. فقط با ادب و احترام صحبت بکن. سوالی که ازت پرسیده میشه همونو، وگرنه من بلدم که چطوری با شما صحبت بکنم. یک مطلب از کتاب محمد ابن عبدالوهاب که همه مسلمان‌ها رو تکفیر کرده باشه. 1 2 3 بفرمایید. بله، من اتفاقا مطلب جلوم هست که اجازه مراتب میکنم. بخون یمین و یسار چیز دیگه صحبت نکن، بخون با ادب و با احترام از کتاب. کدوم کتاب است؟ اسم کتابو بگو. چه کلام میخوام بگم که شما اجازه نمیدید؟ اسم کتاب. میخوام همین حرف اجازه میدید. کتاب کشف الشبهات. ولی شما کشف الشبهات یک کلمه حرف اینور اونور نزن. کشف الشبهات، کتاب کشف شبهات بخون. صفحه چند؟ من خواهش میکنم صفحه چند؟ حالا اجازه میدید؟ کشف شبهات صفحه چند؟ خب بذاریم، خب میخوام صحبت کنم، چون یک کلمه انگاری ساری تو حمید جان، اگر یک کلمه دیگه خارج از نص کتاب کشف شبهات زدی صدا تو قطع میکنم. کشف شبهات صفحه چند؟ مطلبش عربی بخون. بسم الله. خب بله دی تو حرفم نترسم، همین خدمت شما عرض کنم. لا حول ولا قوة الا دیگه نمیخوام مطلبی رو ندارم، نمیتونم. وقت ضایع نکنید برادر بزرگوار، بینندگان زیادی پشت خط هستن. من نفهم که من جواب شما بدم. من الان جواب مولانا خواستم شما ازشون بخواید که از سکوت کنن، من میتونم جواب بدم. لا حول ولا قوة الا اجازه میدین الان؟ اگر آقای انصاری دوست ندارین صحبت کنن که قطعا کنید و بگید. آقا خداحافظ شما. من دروغ میگی تو و همه مراجعتون دروغگو هستید، چون داری وقت رو ضایع میکنی. هدفتون غیر از این چیز دیگر نیست. من الان بازم احمد آقا کارگردان عزیز برنامه، شما دوباره تماس بگیر، مطلبت آماده بکن. فقط همین که تماست برقرار شد، کشف شبهات صفحه فلان مطلب فلان، یک کلمه این ور اون ور حرف زدی دوباره قطعت میکنم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ شیده هستم از ارومیه. بفرمایید خواهر گرامی. یه سوالی داشتم، میخواستم شبکه کلمه رو میخواستم. باشه، حتما دوستان زیرنویس خواهند کرد انشالله فرکانس شبکه کلمه رو. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امروز جناب انصاری صحبت می‌کنم نه؟ بفرمایید، دارید با انصاری صحبت می‌کنید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. خب عرض معذرت. خداوند شما رو در امان خود داشته باشه. سلامت باشید. با تشکری از شما و از شبکه شما که پرده از روی از این مردم برداشتین و ما شناختیم که یعنی
یاد چی خرافات هستن و چی کارهایی میکنن. اگر انسان یک کمک عقل سالم داشته باشه دیگه این فرق میبینه. یکی خودشون شیعه‌های افغانستان هستن، چون که او متوجه نبودن، اکثرشون متوجه میشن و میرون طرف سویت. درست. و ما که فکر میکنم بر مردم باهوش و مردم هوشیار مردم ایران که چطور از حرفای رو گوش میکنن، چطور به حرفای رو باور میکنن. واقعا که جناب مولانا فرمودن که یعنی خرافترین مذهب یعنی مذهب است، چون یهود حسابش معلوم است، نصارا حسابش معلوم است، هر چیز دین حسابش معلوم است. یا هم اون طرف هستن هم این طرف هستن، خوب بد میگن، بد خوب میگن، سیاه سفید سفید سیاه. خداوند یار هدایت نیکی کنه، اگر هدایت نمیکنن هلاکشون کنن. آمین. خود یک خواهش است که شما دارم جناب انصاری صاحب، اگر بیادبی نمیشه خدمت شما، همون یک کلیپ است که یک مابین 1000 و 1050 اگر مورا گاهی در مابین برنامه بوان جالب است، بر ما یک تفهیم میشه. زنده باشید. تشکر. تشکر شما. زنده باشید. سلام علیکم. احمد جان اگر حمید آقا تماس گرفت که حتما مطلبش آماده. بله خط 5. بله سلام علیکم حمید جان، من دوباره تو رو خط آوردم، فقط اسم کتاب، صفحه، مطلب رو بخون. بله الله اجازه میفرمایید آقای انصاری. لا حول ولا قوة الا بالله. من اجازه دادم که آوردمت رو خط. یک کلمه گفتم خارج از کتاب گفتی قطع میکنم. بخونم ولی خب بعد من دقیقاً میخوام همین رو بگم دیگه. فارسی متوجه میشی حمید جان؟ فارسی متوجه میشی؟ اسم کتاب؟ اسم کتاب؟ اسم کتاب؟ اسم کتاب؟ کتاب کشف و کتاب کشف و شبهات، نویسنده جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب، صفحه با اجازه شما فکر کنم 147 اجازه بدید. 147. بله. یالا بخون مطلب رو. 147. شما اگه بخون مطلب رو. حالا اجازه بده، خب میخوام بخون. ای بابا شما که درد نداری. خب بخون بابا، من دارم میگم بخون، از برای خدا بخون. یالا بخون. یا ایوه الناس، بینندگان عزیز، این آقا میخواد از صفحه 147 کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب بخونه. همه گوش بدید که چی میخونن. بسم الله. بله میخوام براتون کنم، شما یک ساعت دروغ گفتن، میخوام جواب تو بدم. اگر یک ساعت دروغای تو من گوش کردم، یک دقیقه حمید جان تو رو به خدا بخون، شعار نده. شما 35 سال شما با این حکومتتون مردم رو فریب دادید با دروغاتون. بخون. عزیز دل برادر بخون. اگر تو راست میگی بخون. چرا میترسی؟ بخون. آقای انصاری ساکت باشین برات بخونم. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، دقیقاً من یک دقیقه یک کلمه حرف نمیزنم، این آقا میخواد بخونه. بسم الله بخون. الحمدلله. من اولا شما برای یک ساعت آقا بخون. چرا داری شعار میدی، حرف الکی میزنی؟ بخون. اجماع المذاهب، دارم میخونم که اجماع المذاهب كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال والدم. کشف و شبهات همین رو شما سرچ کن، اگر جرأت داری بیا نشون بده برات این همه دروغی که گفتی، این همه خیانتی که کردی به علما. شعار نده حمید جان، شعار نده. من یک سوال از تو دارم. همه الان جواب میدم الان. همه انسان هایی که در زمین زندگی میکنن همه مسلمانن یا کافر و مسلمانن؟ الان جواب بدم. بله بفرمایید. حمید جان برادر بزرگوار، آیا همه انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنن همه کافرن یا کافر و مسلمانن؟ هم کافر مسلمان. آفرین. پس انسان ها یا کافرن یا مسلمانن. انشالله اینا جلو تلویزیون بشین مثل بچه آدم، بدون اینکه سر صدا بگونید، جیغ و داد بکنید. گوش کن، اگرم زیاد حرارتت رفته بالا، به مامان جونت بگو یه دونه بستنی دستت بده، تا بستنی رو بخوری جناب استاد جواب سوالت رو خواهند داد. همینجا بمون رو خط تا یاد بگیری چطور با ادب و اخلاق صحبت بکنی.
بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما بخوایم مزاحم نشیم، ماشاءالله اینقدر واسه بحثاتون داغ میشه. مولانا که خیلی خوب صحبت میکنم، کلام متین و سنگین، آدم خلاصه دیگه بی اختیار زنگ میزنه. من اصلا میخواستم در رابطه با این تکفیر صحبت کنم، جواب بدم جناب مولانا. خیلی کوتاه بفرمایید. خود تکفیر، ببینید خود تکفیر در رابطه و در چارچوب لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اگر یک کسی آقا تو کافر است به این دلیل به این دلیل به این دلیل، ولی شما مختار هستی که مثلا اینا قبول کنی قبول نکنی، هیچ مثلا خونت حلال نیست، ناموست حلال نیست، اینی که میگن باید گردنت بزنه نیست، هیچ اینا نیست. این که شما بگی آقا تو کافری بخاطر این عقیده، من فکر میکنم خیلی هم خوبه. اون طرف میره آقا به هر میگه که من کافر هستم نتونم برم جهنم، که به هر حال بررسی میکنه از این موضوع از موضوع، چه اشکالی داره که به هر حال بگن آقا تو کافری. ما همه اصلا خود حضرت رسول الله فرمودن که 73 فرقه میشه امت من، یک فرقهشون به اصطلاح اهل بیتن، بقیه هم اهل نار هستن. درست. این 72 تاشون که به هم دیگه همه میگن کافرن، مشکلی نباید داشته باشه، کسی هم نباید ناراحت بشه از که مثلا میگه آقا تو به خاطر این عقیدت کافری. آقا محمد بزرگوار، حرف شما درست، منتها وقتی که کسی رو تکفیر میکنه طبعا مالش و جانش و همه چیز رو حلال میدونه. انشالله حضرت مولانا در این مورد صحبت میکنن. خب فقط همین موضوع که در چارچوب لا اکراه فی الدین باشه. ولی اینکه مثلا فرض کنید که خب الان هر کسی این یقه داشته باشه باید گردنش رو بزنن، خون حلال، ناموسش حلال، اینا اصلا نمیخونه. اینا به هر حال تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. بعدش خودتون رو معرفی بکنید. امیر هستم از بلوچستان. آقا حمید از بلوچستان، بفرمایید امیر جان. میگم آقای انصاری در حد با این امثال همین چند دقیقه قبل زنگ زد هر بله حداقل بگو بزرگتر آقا حرف زن بلد نیستی. و تشکر از شما برادر عزیز. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم خدمت جناب استاد انصاری و جناب مولانا. خیلی خوشحالم که تماسم وصل شد. شما خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احسان هستم، از ایران تماس میگیرم. آقا احسان بزرگوار، در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید؟ خدمت چشم. یه سوالم در مورد موضوع برنامه است. فقط اگه اجازه بدین قبلش لطفا من اینو بگم. من از وقتی که شروع کردم کار دعوت رو انجام دادم، اول از خانواده و بعد شهر رو همه جا شروع کردم، خب خیلی بعضی وقتا خیلی ناراحت میشدم و که چرا خدایا که چرا اینا ایمان نمیارن و چرا اصلا حرفمو نمیفهمن. یه دفعه توی یکی از این مساجد شهرمون، مساجد که چه هست کنم معابد، چون اسم همه هست دیگه، خصوصا توی این ماه محرم اسم همه چی تو مسجد هست با اسم جز اسم الله جل و جلاله. خلاصه هرچی صحبت میکردم با اون شیخشون و از قضا مردمم دورشون بودن و حالا هم طرف اونو گرفته بودن. من خب هرچی صحبت میکردم اونا اینو میگفتن اونو میگفتن. بعد یه چیزی گفتم شما یه کشوری تو این کره خاکی در نظر بگیرین، فکر کنید اصلا ما میریم توی کشوری، سوار هواپیما میشیم تو اون کشور پیاده میشیم، هر شهری هر روستایی که میریم قبراشون رو میبینیم که از قبرها معبد درست کردن، از قبراشون قصر درست کردن. بعد مردماشون رو میبینیم که کشیشاشون اونا رو سوق میدن سمت این قبرها رو. بعد گفتم شما کی در مورد اینا فکر میکنید؟ سری اون شیخ آروم شد، مردم آروم شدن. گفتم تازه اسمشون هم چیه؟ اسلام، مسلمان، دین خداوند جل و جلاله. شما خودتون دیگه میتونید بفهمید که اینا چه انسانایی هستن.
بعد خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. سلام گرمی هم دارم خدمت استاد مولانا. و اینکه سوالم هم اینه که البته شما بارها توضیح دادین، اما اینکه من فراموش کردم، لطفاً معذرت میخوام اگر بفرمایید احسان جان، بفرمایید برادر. در مورد اینی که من بعضی وقتا این شبکه رو نگاه میکنم میگن که ارتد در ناسه الا ثلاثه. اینو قشنگ شما توضیح دادین ها، فقط میخوام لطفاً یه بار دیگه من اینو قشنگ علمی بشنوم، منطقی، که دیگه اینو بدونم همیشه. بله بفرمایید. اینی که فقط صحبتش اینه، این آخونده که میگن ارتد در ناسه، حالا من درست نمیدونم، الا ثلاثه، یعنی میگن همه مرتد شدن الا که منم حالا جوابم این بود، حالا چیزی نه، ولی جوابم گفتم مگه میشه اینی که شما هم خودتون هم یه صحبت قشنگی کردین که خود تو این مکتب دروغ این همه آدم مغزشون شستشو داده شده، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین پیغمبر خداوند همه مرتد شدن جز 3 نفر؟ اصلا یه انسانی با عقل سلیم میتونه اینو بفهمه؟ درست باشه، در این مورد ان شاء الله جناب استاد صحبت میکنه. خیلی خوشحال شدم. زنده باشید. الله متعالفسن کنه. خدا نگهدار. جناب استاد از همین تماس آخری شروع کنیم از آقا احسان. میگن که اینا اعتقاد دارن که ارتد الناس بعد رسول الا ثلاث. ولی نه تنها این که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مرتد میدونن، بلکه تمام در واقع اون گونه که روایت رو قبلا نشون دادم، هر کسی هم که ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنها رو دوست داشته باشه اونم در واقع مرتد میدونن. بحث ارتداد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب اصول کافی اومده و در جلد دوم این کتاب هست و در باب فی قلت عدد المؤمنین روایت 2325 هست که این روایت رو از ابی جعفر نقل کردند که میگه که ما گفتیم که ما تعدادمون خیلی در واقع کم هست. ایشون فرمودن فقال الا احدثك باعجب من ذلك المهاجرون والانصار ذهبوا الا و اشار بيده الى ثلاثه گفتند که مهاجرین و انصار همهشون رفتند بجز 3 نفر. قال عمران فقلت جعلت فداك ما حال عمار، پس عمار چی؟ 3 نفر که هستند، یعنی 3 نفر که سلمان و مقداد و در واقع ابوذر هستند. خب قضیه عمار چی میشود؟ میگه که فقال فداك ما حال عمار قال رحم الله عمارا ابا الیقظان بايع و قتل شهيدا فقلت في نفسي ما شيء افضل من الشهاده فنظر الي فقال لعلك ترى انه مثل 3 ایهات، یعنی حتی عمار رضی الله تعالی مانند 3 نفر از اصحاب رسول الله مانند مقداد و ابوذر و سلمان در واقع نیست. این صراحت داره که تمام رفتن، مهاجرین و انصار همه رفتن غیر از این 3 نفر که در واقع مسلمان موندن. و اتفاق امامیه اونگونه که آقای مفید نقل کرده این رو و دیگران نقل کردن بر این است که هر کسی که امامت علی رضی الله تعالی عنه را قبول نکند یا امامت غیر از اهل بیت را قبول داشته باشد کافر و مرتد و در واقع در آتش جهنم جاویدان میماند. این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت و به قول مفید این مورد اتفاق تمام شیعه هست. بله. بیننده بعدی حمید آقا بودن که گفتن که حالا تکفیر کار خوبیه، بذارید مردم تکفیر بکنن، اما این عواقبی که تکفیر داره در جامعه اسلامی. مطلبی رو که ایشون نمیدونم بیننده شنونده چند بودن که در مورد 72 ملت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که همشون اهل جهنم هستند به استثنای یک گروهی که فرقه ناجی هستند. ببینید این از این حرف معلوم نمی شود که تمام اونها کافر هستند. جهنمی بودن به معنی کافر بودن نیست. ما یک مطلبی داریم در این زمینه به ما یعنی نصوص وعیدی هست که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. به طور مثال در مورد شرابخوار، در مورد زناکار، در مورد کسی که خودکشی بکند عذابش در جهنم چی هست یا اینکه برای همیشه در آتش جهنم میماند. اینها تمامشون برمیگرده به این که انسان اهل لا اله الا الله باشد. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. در این زمینه روایات متعددی هست. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و مسلمان باشد این وارد بهشت در واقع می شود. منتها به
خاطر گناهانی که انجام داده در واقع وارد جهنم می شود. از این حدیث معلوم می شود، یعنی این نمیشه استنباط کرد که تمام اونها کافر هستن به این خاطر جهنمی هستن، نه، به خاطر اینکه اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نکردن، به خاطر اینکه بدعت و خرافاتی رو ایجاد کردن و گناهانی رو انجام دادن، احتمال داره که در برخی از موارد وارد جهنم بشوند و سرانجامشون همون ان شاء الله که بهشت خواهد بود. این عقیده متفق علیه اهل سنت و الجماعت است که هر کسی که با عقیده توحید بمیرد ولو اینکه گناهکار باشد این در واقع اهل بهشت است. من قبلا این توضیح دادم که خوارج و معتزله معتقد هستند که هر کسی گناهی رو انجام بدهد از ایمان خارج هست و خوارج گفتند که کافر هست، معتزله گفتند که نه مسلمان نه کافره و خوارج معتقدند که برای همیشه در آتش جهنم میمونه. این افراط هست و در موردش تفریط اومده. مرجع معتقد بین هستند که اصلا هر کسی هر گناهی بکنه باز هم مؤمن هست و کامل الایمان هست. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که کسی که فاسق از گناهی رو انجام داده فاسق گفته میشه، ایمانش ناقص هست و به اندازه گناهی که انجام داده وارد بهشت میشود، منتها باز هم این گناهش در دایره مغفرت الله متعال هست. احتمال داره به خاطر دعایی که کسی در حقش کرده اون الله ببخشد، به خاطر شفاعت یک شفاعت کننده الله متعال اون ببخشد، به خاطر عبادات زیادی که خودش دارد این در واقع ببخشد، یا اینکه الله متعال خودش اون رو مورد رحمت خودش در واقع قرار بدهد. پس بنابراین گناهکار بودن و به معنی این نیست که انسان حتما جهنمی و همیشه در آتش جهنم هست. این فرقه هایی که شما فرمودید بله گناهکار هستند، شاید منحرف باشند از راه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما چون که اصل ایمان یعنی شهادتین رو دارند، لا اله الا الله و محمد رسول الله، ان شاء الله در آخر نجات پیدا خواهند کرد. جزاکم الله خیر. میدونید که دروغ گفتن یکی از صفات پیروان این دین و مذهب است که نمونه شو دیدیم حمید آقا و تلبیس و دروغ و خیانت در سخنان قزوینی و مکارم شیرازی و علما اینها هوید است. ایشون فرمودن که در کتاب کشف الشبهات گفته که کسی که وسایط قرار بده بین خودش و پروردگارش، این جمله رو که ایشون خوندن که اجماع المذاهب من جعل بین الله و بین الله وسائط، خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب در رحمت الله علیه در اینجا دارن میگن اجماع المذاهب، نه اینکه نظر ایشون هست، اجماع مذاهب است، اجماع تمام مسلمانان هست. هر کسی که بین خودش و بین الله متعال در واقع یک واسطه‌ای رو قرار بدهد که اون رو بر اون توکل بکند، بر اون اعتماد بکند، از اون بخواد، این در واقع کافر است. این همین مطلب در کتاب‌های دیگر اهل سنت و الجماعت اومده که من جعل بینه و بین الله وسائط یتوکل علیه کفر اجماع، که بالاجماع این کافر است. وقتی یک بحثی به اجماع در نزد اهل سنت و الجماعت و در میان مسلمانان در واقع کفر شمرده بشود، این که اختصاصی به شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه افراد دیگر ندارد. این عقیده اجماعی هست. هر کسی که بر غیر الله توکل بکند یا واسطه‌ای رو غیر از الله متعال قرار بدهد که اون رو عبادت بکند، این بحث کفر است. اما یک مسئله هست در اینجا که ما باید اینو تفریق بکنیم بین این دو مسئله. یکی که ما میگیم که فلان عمل کفر هست، هر کسی که فلان عمل رو انجام بدهد این کافر است، و بین این که کفر معین. من عرض کردم که علما میگن که تعدادی از نصوص رو از محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام من خدمت شما خوندم که فلان عمل کفر هست، اما آیا فلان شخص کافر هست؟ در مورد فلان شخص حتما ما باید شروط رو در نظر بگیریم. آیا فلان شخص از روی علم اینو گفته یا از روی جهل این رو گفته، عمدی بوده یا خطایی بوده، از روی تعویل گفته، که این موانع تکفیر رو و شروط تکفیر رو حتما باید در نظر داشته باشیم. وگرنه هر کسی که غیر از الله متعال یک واسطه‌ای رو قرار بدهد که در میان خودش و در میان الله که بر اون توکل بکند، از اون بخواهد، این در واقع به اجماع اهل سنت و جماعت کافر است. جزاکم الله خیر. اما اصل مطلبی که اینها از کتاب کشف الشبهات ذکر کردن خیلی جالب از جناب استاد که شیخ محمد عبدالوهاب وقتی در اینجا ذکر میکنه که ولکن یجعلون بین بعد المخلوقات وسائط بینهم و بین الله. دقیقا من این جمله رو میخونم، شما بینندگان عزیز توجه بکنید که چطور اینها دروغ میگن و تهمت میزنن. منظور شیخ محمد بن عبدالوهاب در اینجا کی است؟ مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه که احمد جان تصویر رو داری؟ کتاب کشف الشبهات اینجا الفصل الاول بیان ان محمد رسول الاولى تحقیق توحید العباده، کشف الشبهات. در اینجا چی میگه؟
میگه که در مورد توحید که این توحید عبادت که مهمترین مسئله است و الله سبحانه و تعالی را به تنهایی پرستیدن و این دین همه پیامبران بوده که نوح علیه السلام همین مطلب رو برای قومش فرستاد که قضیه ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر رو که بت‌های اینها بودن. و آخر الرسول محمد صلی الله علیه و سلم هو الذی كسر صور هؤلاء الصالحين ارسله الله الى اناس يتعبدون و يحجون و يتصدقون و يذكرون الله كثيرا. اینها کی هستن؟ مشرکینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین اینها فرستاده شده بود. اینا حج میکردن، صدقه هم میدادن، بر اساس اعتقاداتی که ذکر الله را میکردن. ولكنهم يجعلون بعد المخلوقات والصائت بينهم وبين الله. و دقیقاً و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. این حرفش خارج از حرف قرآن نیست. و یقولون نريد منهم التقرب الى الله و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى و نريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه و عیسی و مریم و اناس غیرهم من الصالحین. فبعث الله سبحانه و تعالی محمد رو فرستاد یجدد لهم دین ابیهم که تجدید بکنه برای آنها دین پدرشان را ابراهیم علیه السلام و یخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله حق لله ولا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما والا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له. جناب استاد توضیح بیشتر. من این عرض کردم که این مسئله اجماعی هست. ابن تیمیه رحمت الله علیه و دیگران اینو نقل کردن. هر کسی که بین خودش و بین الله متعال در واقع واسطه‌ای رو قرار بده که از اون بخواهد بر اون توکل بکند، از اون امید نفع داشته باشد، از اون بخواهد که ضرر رو از اون دفع بکند، این در واقع اجماعاً این در واقع کفر هست و یک مسئله اجماعی هست و عقیده اهل سنت و الجماعت هست. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء عند الله که اونا رو عبادت بکنند، از اونها بترسند، از اونها امید نفع داشته باشند یا ترس ضرر داشته باشند، اونها را شفیع خودشون در نزد الله متعال قرار بدهند. این چنین افرادی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت همون گونه که اجماع هست این در واقع کفر است. اما بقیه عموم اهل سنت و الجماعت را و اهل توحید را به هیچ عنوان همون گونه که از کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب من بیان کردم ایشون معتقد هستند که مسلمان هستند و به هیچ عنوان عموم مسلمانان را تکفیر نکردند. جزاکم الله خیر. من نصیحت میکنم حمید آقا رو که به جای که زنگ بزنن و پول خرج بکنن و دروغ بگن و خودشون رو جهنمی بکنن، یک کمی برن قرآن بخونن، برن مطالعه بکنن و پای صحبت قزوینی و امثال قزوینی تو این شبکه ضلالت که بشینید و دروغ از اونها یاد بگیرید، عاقبتتون این گونه رسوایی خواهد بود. تشکر شما حضرت مولانا، جزاکم الله خیر و تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة